متشکرم از اینکه همراه ما در گفتگوی ویژه خبری امشب هستید. همونطوری که اشاره کردم در گفتگوی امشب می‌خوایم راجع به اتباع خارجی در کشورمون صحبت کنیم، پراکندگی کشورهای مختلف و ببینیم که هر کدام چه سهمی دارند. مسائل مختلف کشورها باعث شده که حضور اونها رو از کشورهای مختلف در کشورمون شاهد باشیم و این موضوع به یکی از مهمترین و البته پیچیده ترین موضوعات اجتماعی در کشورمون تبدیل شده. این نکته قابل ذکر هستش که حضور اونها در کشور به لحاظ قانونی فرصت‌هایی رو هم در حوزه‌های مختلف همونطور که اشاره کردم، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی برای ما سبب شده و در کل این گفتگو قرار هست بپردازیم به آخرین تصمیم گیری ها، نحوه اجرایی شدن و رویکرد کشورمون در قبال اتباع خارجی قانونمند و تصمیم گیری هایی که در قبال غیر قانونی ها وجود داره. جناب آقای احمدی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدین به استودیوی گفتگوی ویژه خبری. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، مردم خوب کشورم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا سوالاتی که احتمالاً در ذهن بسیاری از مردم وجود داره و در این رابطه با ما تماس میگیرن از این فرصت استفاده کنم و این سوالات رو جواب بدم. من در خدمت شما هستم. ما می‌خوایم بریم روی سوالات خودمون متمرکز بشیم، اما بپرسم که الان که اشاره کردید با شما تماس گرفته میشه و پرسش‌هایی راجع به اتباع خارجی مطرح میشه، مهمترین پرسش‌ها فقط تیتروار به ما بگیم چیا هستن که مردم و اتباع خارجی از شما سوال میکنن؟ مهمترین مسئله‌ای که برای مردم ما مهم هست و افکار عمومی مطالبه گرانه از ما پیگیری میکند، از ما برنامه میخوان ببینن برنامه ما در خصوص اتباع خارجی چیست. پس یک برنامه. بله. نکته دوم و بعد از این مردم ما واقعا در طی سالهای گذشته بدون اینکه منتظر دولت بمانند، خودشون کریمانه از مردم کشورهای دیگر که به خاطر مشکلات عدیده‌ای که در کشورهای خودشون بوده به کشور ما آمدن پذیرایی کردن. اما امروز نگرانن از این که بی‌برنامگی در این حوزه میتواند مشکلات جدیدی را ایجاد بکنه. پس نگاه شما به مشکلات پیش آمده در روند سالهای گذشته. حالا یکی دو موردش رو به ما گفتید، بپردازیم به اولین و مهمترین سوالی که در موضوع اتباع خارجی برای کشور در سیاست‌های خرد و کلان پیش میاد. نگاه جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی چیه؟ من عرض میکنم خدمتتون، اما چون در سوال قبلیتون بود که اتباع افغانستانی یا خارجی‌هایی که در کشور هستند از ما چه سوالی دارن، سوال اونها این هست که برنامه شما برای ما چیست؟ آیا ما میتوانیم طی سالهای گذشته رفتاری که واقعا رفتار خوبی که مردم ما داشتن، آیا میتوانیم در همون مسیر ادامه بدیم و در کشور شما زندگی بکنیم؟ من امروز امشب سعی میکنم مواردی رو توضیح بدم که این سوالات پاسخ داده میشه. اما برنامه ما چیست؟ ببینید، ما مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی دقیقاً واژه اتباع خارجی و مهاجرین خارجی رو از هم تفکیک کرده است، چون فردی میتواند از اتباع یک کشوری باشد که با یک هدفی به کشور ما قانونی مسافرت کرده باشه، میتواند به خاطر مشکلاتی که پیش آمده مهاجرت کرده باشه. این مهاجرت حتی میتواند غیر قانونی باشه و در این مهاجرت غیر قانونی ما در سال 1355 به کنوانسیون پناهندگان به اصطلاح که در 1951 تصویب شده است ما پیوستیم. یعنی این که ما هم با برنامه‌ای که در کل جهان در خصوص مهاجرین به اصطلاح برنامه ریزی شده، ما هم قبول کردیم که به عنوان یک کشوری که میتوانیم مهاجرین رو بپذیریم حتی اگر غیر قانونی باشن. و در موضوع غیر قانونی ها اتفاقاً موادی که اونجا هست مشخص کرده که چگونه باید برخورد کنیم. یه نکته من اینطور نتیجه میگیرم که ما در بحث و در مرکز امور اتباع و مهاجرین
خارجی هم برای قانونمندها برنامه ریزی داریم و هم برای غیر قانونی ها برای قانونمند تر کردنشون و برای اینکه سر و سامون بهتری بگیرن برنامه ریزی دقیقاً کنیم. درست می‌فرمایید. من هم میخوام خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم حتی اگر کسی غیر قانونی وارد کشور ما میشود خطا کرده است، اما قانون براش مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش رو مقامات قانونی معرفی بکنه. اصلا مواد کنوانسیون دقیقاً مشخص کرده و از اونجا میتواند از تسهیلاتی که ما کوتاه مدت یا دراز مدت در اختیارش قرار میدیم استفاده کنه. مرکز امور اتباع سیاست گذاری در خصوص اتباع خارجی است که به کشور ما وارد میشوند. ما امروز در علیرغم اینکه میخواهند تبلیغ کنند ما رابطمون با دنیا قطع شده، شما میبینید بسیاری از توریست‌ها به کشور ما سفر میکنن، حتی اون تصوری رو که براشون ایجاد کردن تعجب میکنن. من این موقعی که در اصفهان مسئولیت داشتم یادم نمیره در سال 1396 ما رکورد زدیم، رکورد تاریخی که اون توریستا به کشور ما وارد شدن و اتفاقا براشون مهم بود که جاذبه های ایران ببینن و جاذبه های فرهنگی رو. پس ببینید ما برنامه ریزی داریم میکنیم و در ادامه اون برنامه ریزی امروز اگر معضلاتی وجود داره فکر میکنیم توانمندی داریم که اونها رو به راحتی بتوانیم حل بکنیم. ما از اداره کل اتباع در سالهای گذشته شروع کردیم. طی 3 سال گذشته سازمان ملی مهاجرت شکل گرفت، اما چون مصوبه قانونی مجلس رو نداشت ما مرکز امور اتباع رو براش مصوبه گرفتیم و خوشبختانه امروز لایحه اون مجلس رفته و منتظریم با تصویبی که میشه سازمان ملی مهاجرت شکل بگیره که بتوانیم در اونجا به صورت متمرکز نیازهایی رو که مردم ما در ارتباط با اتباع خارجی دارن و نیازهایی رو که اتباع خارجی فکر میکنن در ایران براشون فراهم میشه اینها رو تأمین بکنیم. آقای احمدی یه تصویر کلی بدین از اتباع خارجی در کشور و بفرمایید که الان ما چه تعداد تبعه خارجی در کشورمون داریم و چه درصدی از این جمعیت دارای مدارک قانونی هستند. من این رو که اشاره کردم در 1355 ما پیوستیم به کنوانسیون پناهندگان. خب شاید خیلی جالب باشه که چرا اون موقع، اگر یادتون باشه در اون سالها ما اخراج بسیاری از اتباع ایرانی رو داشتیم که در عراق زندگی میکردن و بسیاری از کسانی داشتیم که عراقی بودن به کشور ما وارد شدن. از اون موقع ما اتباع عراقی وقتی میگفتیم تبعه خارجی به صورت گسترده، تبعه عراقی در ذهن مردم شکل میگرفت. با شروع جنگ تحمیلی بسیاری از مردم عراق که تحت به اصطلاح ستم نظام صدام بودن به کشور ما وارد شدن. از اونجا ما تقریباً وارد مدیریت کلان یک جمعیت گسترده‌ای از افراد خارجی شدیم. همزمان در کشور افغانستان با تهاجمی که شوروی انجام داد از شرق کشورم عده زیادی به کشور ما وارد شدن. پس عملاً طی این 4 دهه ما با اتباع عراقی و اتباع افغانستانی مواجه بودیم. یعنی ملیت این دو گروه بیشتر از سایر. بله یا اینقدر فقط هست همین دو که گروه؟ سایه میندازه رو چیز. ما الان نزدیک به چیزی بالای 100 ملیت در کشور ما به عنوان متخصص، به عنوان کارگر متخصص، به عنوان کارگر ساده در کشور ما حضور دارن که شاید اونها اینقدر تعدادشون هست با فاصله بسیار زیادی از اتباع افغانستانی. البته خب اتباع افغانستانی چون همزبان ما هستن اصلا خودشون وقتی وارد کشور ما میشن قبول ندارن که حتی ما لفظ مثلا بیگانه یا خارجی براشون به کار ببریم. ولی به هر صورت با توجه به شرایطی که وجود داره به هر صورت خارجی تلقی میشوند با فاصله بسیار زیاد از اونها که اتباع دیگر کشورها هم حضور دارن. مثلا کدام کشورها؟ ببینید شما امروز از کشورهای خلیج فارس، از آسیای میانه،
از قفقاز، از برخی از کشورهای اروپایی که در کشور ما حضور پیدا میکنن، عرض کردم فاصلش بسیار زیاده. حتی امروز ما کسانی رو داریم که پناهنده بودن، تبعه عراقی بودن و بعد از اینکه جنگ هم تمام شده دلشون نمیخواد برگردن کشور خودشون و حتی در مهمان شهرهای ما در غرب کشور الان دارن زندگی میکنن. تعدادشون بله، ما وقتی که از اتباع افغانستانی نام میبریم واحد شمارش به میلیون هست، وقتی به اتباع عراقی میرسیم واحد شمارش به 1000 میشود و بقیه اتباع شاید 100 و 1000 هست واحد شمارش. و مجموعه اتباع تبعه های خارجی که الان در کشور وجود داره، ما یه زمانی آمار رسمی نداشتیم و نمیدونستیم، حالا به دلیل اونهایی که غیر قانونی و بدون مدارک اقامتی حضور داشتن. الان آماری داریم که بگیم این آمار رسمی تبعه خارجی و اتباع خارجی در کشورمون هست؟ بله، خدمتتون عرض کنم من از موقعی که این مسئولیت به عهده گرفتم همیشه علاقه دارم به صورت شفاف با مردم مسائل در میان بگذاریم، چون ما بدون این که مردم به ما کمک کنن امکان حل این مسائل رو نداریم. من از ابتدا عرض کردم، گفتم ببینید ما نزدیک به بیش از 4 میلیون اسم داریم، یعنی میتوانیم اسم بدیم و همیشه در یک برآوردی نزدیک به 2 تا 2 میلیون و 500 هزار نفرم افراد غیر مجازی هستند که وارد کشور ما میشوند. این 4 میلیونی که اشاره میکنید و میگین که اسم دارین به صورت قانونی هست؟ نه، برخیشون قانونی هستن، برخیشون رو که اتفاقا من خیلی علاقه دارم امشب به اون کسانی که ما بهشون میگیم شبه قانونی و اونها رو من درباره‌شون توضیح بدم، چون در برخی از به اصطلاح دورانی که سالهای گذشته برای اینکه بدونیم چه کسانی در کشور ما حضور دارن به این افراد گفتیم خود اظهاری کنن، مراجعه کنن به مراکزی که ما اعلام کردیم و اسم خودشون رو اعلام بکنن. این به معنای این نبوده که پذیرفتیم قانونی هن. گفتیم وقتی خود اظهاری میکنیم ما براتون تصمیم میگیریم. امروز نزدیک به 2 میلیون و 30 هزار نفر کسانی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن به اصطلاح سرشماری، یعنی کسانی که شمارش شدن اما موقعیت قانونی بهشون ندادیم، همون شبه قانونی. بله، شبه قانونی هن. و حتی کمیساریای عالی سازمان ملل از ما انتظار داره که اینها رو قانونی تلقی بکنیم اما ما قانونی تلقی نمی کنیم، چون یه تعاریفی داریم. من حالا در ادامه آمار خدمتون عرض میکنم که بدونید چگونه است. به هر صورت ما امروز اعلام کردیم 6 میلیون و 100 هزار نفر در کشور ما حضور دارن و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقم‌ها خیلی عجیبه. البته 6 میلیون و 100 واقعا رقم بالایی است و به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استانهای بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیاریشون غیر قانونی هن یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورهایی که لغو روادید هستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما انقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. آقای رحمتی، تقسیم بندی شما شد قانونی ها، شبه قانونی ها و غیر قانونی ها. ما در مسیر شناسایی غیر قانونی ها چه چالش هایی دارین در سرشماری برنامه ریزی هایی که وجود داره؟ من متاسفم که این رو عرض بکنم، مردم خیلی روی این موضوع تفکیک قائل نمیشن
یعنی بسیاری از افراد غیرقانونی حاضرن به رقم‌های بسیار پایین مشغول به کار شن و بسیاری از کارفرماها و مردم شاید به صورت عادی هیچ وقت از اینا تقاضا نمی‌کنن که کارت پناهندگیتون رو یا کارت مهاجرتتون رو ما نشون بده، از اینا استفاده میکنن. مهمترین چالش ما اینه که چرا مردم که خیلیشون به ما اعتراض میکنن که این افراد در این کشور چرا به صورت غیرقانونی حضور دارن، چرا از اینا به عنوان نیروی کار استفاده میکنن، در حالی که میتوانن مراجعه به اداره کل اشتغال اتباع خارجی اونجا برن و دقیقاً کسانی که شناسه شغلی دارن از اونها استفاده بکنن. این مهمترین چالش ماست، چون ما اگر کمک مردم رو نداشته باشیم با هزینه بسیار بالا این مسئله رو حل باید بکنیم. بحث دوم این است که در کشور ما جاذبه های زیادی برای اتباع خارجی وجود دارد. مهمترین مسئلهش پرداخت یارانه است که به همه تعلق میگیرن. ما هیچ وقت در یک صفحه نانوایی از یک خارجی نمیپرسیم خارجی هستی یا ایرانی، اون خود به خود از این یارانه استفاده میکنه. این یارانه ها میتواند سوخت باشه، میتواند نان باشه. شما نگاه بکنید امروز نانی که ما به خاطر سیاست هامون در اختیار مردم قرار میدیم همه ازش بهره مند هستن، حتی این 6 میلیونی که من عرض میکنم خدمتتون. این یک چالش اساسی است که خب ما هم روی این موضوع هیچ برنامه‌ریزی خاصی ما به عنوان مرکز امور اتباع نمیتونیم بکنیم دیگه. پس کجا میتونه؟ این رو سازمان هدفمندی یارانه ها یا برنامه‌های اقتصادی که دولت داره، اینها خودش یعنی یک کار تعاملی با دیگر. بله ببینید این یه جاذبه ای ایجاد کرده. فرد وقتی خودش رو به داخل کشور برسانه میداند که میتواند اون حداقل نیازمندی هاشون رو با استفاده از یارانه هایی که پرداخت می شود استفاده بکنه و این یکی از چالش های بزرگی است که جاذبه ایجاد کرده برای حضور اتباع که به صورت غیرقانونی وارد کشور ما بشن. یه نکته بسیار مهم تو سالهای اخیر توی مقطع طرح سرشماری اتباع خارجی به بخشی از اونها برگه سرشماری دادی. بله. این برگه سرشماری حالا با گذشت زمان اونهایی که دارنده این برگه ها هستن سوالات زیادی دارن. اولا اینکه با این برگه ما تا چه مرحله‌ای جلو هستیم نسبت به اونهایی که حالا ندارند یا نیستند یا غیر قانونی هستند. نکته دوم اینه که به لحاظ حقوقی وضعیت اونها چطوره؟ بله. من کوتاه خدمتتون عرض کردم اما الان مفصل توضیح میدم. اگر اجازه بدید قبل از اینکه اون رو بحث بکنم در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم امشب براتون، چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما زندگی میکنن. 771624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم. اصطلاحاً به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین. کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر، اصطلاحاً به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفرن اینها. ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم، گذرنامه باید تفکیک شه. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده. اما میام سراغ سرشماری ها.
یه نکته بپرسم تو این تفکیک آماری که دادید، مشخصه که الان تعداد اونها در شهرها بیشتره، کلان شهرها، روستاها. میخوام ببینم پراکندگی اونها به چه صورته، بعد گروه‌های سنی که الان ما تبعه خارجی در کشور داریم بیشتر چه گروه سنی هم هستن؟ من عرض می‌کنم خدمتتون، من سرشماری‌ها رو فقط عددش رو بگم که اون پیوستگی از دست نره. ببینید سرشماری‌ها 2,34,469 نفرن. البته تعدادشون بیشتر بوده، اما خب یه عده‌شون طرد شدن و امروز که با شما صحبت میکنم در حوزه سرشماری‌ها با این عدد ما مواجه هستیم. ببینید کسانی که برگه سرشماری دارن هیچ برتری نسبت به افراد غیرقانونی ندارن. فقط برتریشون اینه که اومدن خود اظهاری کردن و گفتن ما آمادگی داریم که اگر شما اجازه بدید به صورت قانونی در کشور ما زندگی کنیم، در کشور ایران زندگی کنن. خب این قبول دارید دیگه، ما هم باید در این رابطه تصمیم بگیریم. صرف این که اونها میخواهند در کشور ما زندگی کنن یک تقاضاست، مثل ویزاست. فرد که تقاضای ویزا میکنه لزوماً به معنای نیست که باید بهش ویزا داد. میتوانید ویزا رو برید، میتوانید محدودش کنید، میتوانید روزهاشو بیشتر کنید، نوعش هم تغییر بدید. خب اینا در کشور ما حضور دارن، معمولاً میرن به سمت شهرهایی که امکان کار درش زیاد هست. ما امروز در تهران بیشترین آمار افغانستانی ها رو در استان تهران داریم، بعد در خراسان داریم، در اصفهان، یزد، در شیراز، در استان فارس داریم و در این استان‌هایی که عرض کردم عمده کسانی که حضور دارن در این استان‌ها هستند. بیشترشون در مناطق شهری در بخش صنعت و خدمات به کار گرفته شدن، بخششون در بخش‌های کشاورزی هم به کار گرفته شدن که خب مردم در خیلی از حوزه‌ها اینا راضی هستن. من فقط این عرض بکنم، مردم تصور میکنن یا کارفرماهایی که اینا رو به کار میگیرن فکر میکنن که این کارگر خارجی کارگر ارزان هست، اما اونها به یک نفر حقوق میدن و ما وقتی مجبور میشیم یارانه بدهیم به بقیه اعضای خانواده مجبوریم پرداخت بکنیم. خب این چیزی که پرداخت میشود از جیب تک تک ملت ایران پرداخت میشود، مالیات از مالیات من شما پرداخت میشود. من خیلی خوشحالم البته که طی 4 دهه ما توانستیم نشان بدیم ایرانی ها علیرغم خودشون تحت تحریم بودن اما مهمان نوازی رو فراموش نکردن. امروز زیر ساختهای ما دیگر توان تحمل 6 میلیون رو ندارد. ما بخشی از اینها رو حتما چون مردم هم نیاز دارن به کار خواهیم گرفت، اما نمیتوانیم مثل گذشته، مخصوصا در موج آخری که 1400 شروع شد، نزدیک به 3 میلیون نفر وارد کشور ما شدن. یک سفیر اروپایی به من میگفت موقعی که سوری ها میخواستن به کشور ما بیان من مسئول ساماندهی بودم، به ما گفتن 30,000 نفر میخوان وارد کل اتحادیه اروپا بشن. ما اعلان بحران کردیم برای 30,000 نفر. بعد شما این 30,000 نفر بعضی وقتا در یک هفته وارد کشور شما میشن. شما چگونه به اینها میتوانید سرویس لازم رو بدید؟ گفتم بخش عمده‌ایش به دوش مردم ما هست. اما امروز مردم عرض میکنم اگر این روند بخواد ادامه پیدا بکنه، من نگرانم که خدای نکرده یک تقابلی بین مردم صورت بگیره و نمیخوایم این کار انجام شه. ما نمیخوایم این چند دهه مهمان نوازیمون خدای نکرده با تلخی تمام بشه. ما آماده ایم، ما اعلام کردیم، به حکومت سرپرست افغانستان هم اعلام کردیم آماده ایم در کشور افغانستان سرمایه گذاری بکنیم و این نیروی کار رو اونجا به کار بگیریم. من متاسفانه این خبر رو بازم بدم، امیدوارم مسئولین کشور افغانستان اینو بهش توجه کنن. ما چند تا مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در افغانستان داریم که امروز تعطیله. ما حاضریم اونجا بسیاری از این افراد رو
آموزش بدیم و همونجا به کار بگیریم و برخیشون که واقعا یه توانمندی دارن که فکر میکنیم از اونها میشه استفاده کرد، در کشور خودمون استفاده کنیم. آقای رحمتی، من راجع به برگه های سرشماری بازم سوال دارم. کی این برگه ها رو صادر کردید؟ میخوام بپردازم به یک بازه زمانی طولانی و بپرسم که حالا چند سالی هست که گذشته، چرا تا الان این افراد تعیین تکلیف نشدن، براشون در واقع مدارک اقامتی یا هویت بخشی رسمی صادر نشده که مابقی اونها رو در واقع بازگشت به وطن بزنید؟ ببینید، ما یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی. بعد از اون هر چی داریم قانون نیست، دستورالعمله. این نشان میده که کشور، ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون برمیگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمی است قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنه. یعنی طبق این لایحه یا اون طرح ما اگر بخوایم برنامه زمانبندی دقیق بدیم که کی این برگه های سرشماری تعیین تکلیف میشه، ساماندهی میشه، قانونی ها مشخص میشن، شبه قانونی ها مشخص و تعیین تکلیف میشن، کی؟ من عرض میکنم خدمتتون، ببینید، ما با یک کشوری مواجه نیستیم که امروز آماده باشه اتباع خودش رو بپذیرد. شما دیدید دیگه، در وزیر محترم مهاجرین افغانستان چندین بار اعلام کردن که ما آمادگی نداریم اینها رو تحویل بگیریم. پس این کی ما فقط به ما بستگی نداره، به کشورهای دیگر هم که مهاجرین جا فرستادن بستگی داره. خب من داشتم عرض میکردم، ما چون قوانین مشخصی نداشتیم، در نتیجه همیشه فکر میکردیم یک پدیده موقت. امروز فشار افکار عمومی که واقعا هم به حق هست و نیازمندی که خودمون احساس کردیم، فکر کردیم که این مسئله رو باید حل کنیم. سرشماری ها از 1395 سرشماری شدن و همش منتظر بودیم که این به زودی حل میشه. امروز فهمیدیم که نه، این گونه نیست. اعلام کردیم کسانی که برگه سرشماری دارن به تعدادیشون میتوانیم کارت اقامت 1 ساله بدهیم، به بقیهشون نمیتوانیم و اینها باید از این فرصت استفاده بکنن. مشخصه چه تعدادی؟ بله، اعلام کردیم که اینها میتوانن به کشور خودشون برگردن و کسانی که از این فرصت استفاده کنن ما برگه هایی بهشون میدیم که میتوانن با اخذ پاسپورت از کشور افغانستان به راحتی ویزا بگیرن و برگردن. حتما ما به اینا هم اعلام کردیم مطمئناً باید اول خودشون برگردن، مسئله کاریشون رو حل کنن، بعد با خانواده هاشون بیان. چون ببینید وقتی یه نفر با خانوادهش میان، مسئله آموزشش، مسئله بهداشتش، همه اینها فشار میاره به کشور ما و این باعث میشود که ما به حتی اونهایی که امروز قانونی هستن و من اعلام کردم بهتون، اون بهشون میگیم پناهندگان جمعی، حتی خلل ایجاد شده در سرویس دهی که به اونها داریم. ما دیگه بعد برای اینکه اونها رو بیمه بکنیم به مشکل خوردیم. پس باید این مسئله سرشماری ها حل بشود. کی حل میشه به صورت دقیقه؟ یا بخواید یه زمان بگیم؟ ما الان شروع کردیم تا 15/4 تعیین تکلیف میشوند و مطمئنا خب شاید یه عده مقاومت بکنن، مشکلاتی دارن، برخیشون مریضن. من که نمیتونم یک فردی که مریضه امروز رو به زور از این کشور بیرون بکنم و اینا رو ما همه رو شناسایی کردیم، کاملا میدونیم. خب اینا یه مقداری شاید این 15/4 رو با تأخیر بندازه. ما فکر میکنیم در 6 ماهه اول امسال تعیین تکلیف میشود. تعیین تکلیف میشه، میمونن کسانی که غیر قانونی هستند. من یه آمار خدمتتون بدم شاید براتون جالب باشه. فقط خواهش میکنم کسانی که
با موضوع لوجستیک و انتقال افراد از یک نقطه‌ای به یک نقطه مشخص آشنایی دارن، به این عدد و رقم‌ها توجه کنن. ما در سال 1403 1,193,943 نفر از مرزهای شرقیمون به طرف افغانستان و پاکستان ترک کردیم. شما این تصور رو بکنید. یعنی این نیست که ما کار نمی کنیم، ما توانایی داریم. من اینجا واقعا لازم از مامورین محترم فراجا تشکر بکنم که این کار بسیار سخت رو انجام میدهن. نکته‌ای که سردار رادان خیلی روی اون بله تاکید دارن من و در اتفاقاً اجزای مختلف دیدم اون فراجا برنامه روی رو، اون تاکید خیلی دلم میشه. می‌خواست در کنار سردار رادان نشسته بودم اشاره می‌کردم. کار بسیار بزرگی شده. نزدیک سال گذشتهش 1,260,000 نفر ما طرد کردیم و اینها رو طرد می‌کنیم. بله به خاطر مشکلاتی که در مرز وجود داره شاید یه عده‌ای از اینا برمیگردن. من اینو بازم عرض میکنم، مرزبان ما وقتی مواجه میشود با حضور گسترده کسانی که از مرزهای شرقی ما میخوان داخل بشن، زن، کودک در میان اینها هست، افراد میان سال خورده، مطمئن باشید نمیتواند به حساب یک متجاوز مرزی با اینا برخورد بکنه و این محدودیت‌هایی است که ما داریم. من فکر میکنم این روش رو که پیش گرفتیم حتما به نتیجه خواهیم رسید. امیدوارم که سازمان ملی مهاجرت هم با مصوبه‌ای که در مجلس نمایندگان محترم با قید فوریت این رو اساسنامه‌اش رو تصویب میکنن به ما کمک کنن تا بتوانیم به صورت متمرکز این کار رو پیش ببریم. امروز همه دستگاه‌ها به نتیجه رسیدند که باید یک تمرکزی در تصمیم گیری، سیاست گذاری و راهبری موضوع مهاجرت وجود داشته باشد. مهاجرت یک موضوعی است که یک پدیده واقعی و دائمی است و ما تا سالهای بعد هم با این مواجه هستیم، به شرطی که بتوانیم این رو خوب مدیریت بکنیم به یک فرصت تبدیل می شود. اگر مدیریتش نکنیم همیشه نگاه تهدیدآمیز باشه. آقای رحمتی، بریم سراغ یک نکته بسیار مهم در بحث مهاجرین و اتباع خارجی در کشورمون، حالا بحث مهاجرت، مسئله مدارک اقامتی. بله. بحث ساماندهی، بحث موضوعات مختلف، طرح‌های مختلفی راجع به این موضوع و این دستور کار اجرا شد، بعضا موفق و گهگاه هم ناموفق. بله. الان بپردازیم به اینکه چه نوع مدارکی به عنوان یک اقامتنامه معتبر برای یک فرد و یک تبعه خارجی شناخته میشه و اصلا این مدارک تحت چه فرایندی صادر میشن؟ بله. ببینید، اصلی ترین مدرکی که در اختیار یک فرد خارجی است که میتواند با اون مسافرت بکنه گذرنامه است و تعداد زیادی از کسانی که امروز به عنوان خارجی در کشور ما حضور دارند با گذرنامهشون وارد میشوند و به خاطر نوع ویزاشون این ویزا قابلیت تبدیل به یک اقامت 1 ساله یا بیشتر رو دارد. قوانینی هم در کشور وجود داره که اگر فردی بتواند سرمایه گذاری بکنه، که من اینجا اینو توضیح بدم، که اگر فردی بتواند سپرده‌گذاری $100,000 داشته باشه که این دیگه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می شود، با $100,000 می تواند اقامت بگیره. بله، هرچی تعداد خانوادهش بیشتر باشن یه عددی هم به این $100,000 اضافه می شود. اما همه اینها بر اساس اون پاسپورت و اون گذرنامه انجام می شود. اما کسانی که نتوانستند به هر علتی پاسپورت بگیرن، اعلام میکنن جان ما در خطره، نمیتوانیم به کشور خودمون برگردیم و ما هم موظفیم چون عضو کنوانسیون هستیم و به کمیساریا تعهد دادیم به خیلی از اینها کارت هایی میدهیم که کارت اقامت هست و در این کارت ها نوع وضعیتشون هم مشخص شده. ما امروز داریم اعلام میکنیم در 6 ماهه دوم 1404 ما دیگر غیر از این دوتا مدرکی که عرض میکنم خدمتون، مدرک دیگه رو قبول نداریم. شاید اعلام میکنن، شاید یه عده‌ای امروز گذر مسافرتی دارن. گذر مسافرتی هم بر اساس همین صادر میشود.
اعلام میکنن اقامت ویژه دارن. اتفاقا اقامت ویژه هم توسط نیروی انتظامی صادر میشود. تعدادش به نسبت گذرنامه و کارت‌های اقامت بسیار محدوده. ما در 6 ماه دوم برای تحصیل، برای اینکه بتوانند از بهداشت استفاده بکنن، بیمه بشوند، کارت‌های متعدد که سرشماری متاسفانه با اشکال مختلف تهیه شده و در اختیار قرار گرفته بود، همه اینا باطل شده و امروز ما به دنبال این هستیم. به همشون هم اعلام کردیم. ما در سایتمون که در وزارت کشور هست حتی مشخص کردیم به صورت ریز که هر فرد دارای چه مشخصاتی است، کی باید مراجعه بکنه و از این کارت ها با عنوانی که در اون کارت مشخص شده. همه کارت ها یک شکل است. عنوانش هم در سایت ها هست. میتوانن همه خود اتباع که باش آشنایی دارن، اتباع خارجی، ولی اگر مردم هم میخوان آشنا بشن این کارت ها دقیقاً مشخصه و ما به سمت این داریم میریم که کارت ها کاملا محدود و مشخص باشه. یعنی روزانه امکان قانونی سازی یا قانونمند سازی اون غیر قانونی ها وجود داره که برن مراجعه. شبه قانونی ها، شبه قانونی، غیر قانونی ها باید برگردن به کشور خودشون و در کشور خودشون پاسپورت بگیرن، گذرنامه بگیرن، بهشون ویزا میدیم، میتونن به داخل کشور ما بیان. ما به هیچ فرد غیر قانونی که به صورت غیر قانونی وارد کشور ما شده نمیتوانیم موقعیت براش درست بکنیم و یک موقعیت به اصطلاح قانونی بهش بدیم. نکته دوم، ما طرح جدید ساماندهی اتباع خارجی رو داریم اجرا میکنیم. راجع به این طرح که الان اشاره کردید به فراجا، اقداماتی که داره انجام میده، صحبت بفرمایید. چه دستگاه‌هایی با شما همکار هستند حالا در کنار متولی اصلی این کار و چقدر ساماندهی میده این موضوع و مطلب رو؟ بله، خدمتتون عرض کنم کاری که ما داریم انجام میدیم سیاست گذاریش به عهده ما هست. اردوگاه مدیریتش به عهده وزارت کشور است. مهمان شهرها به عهده وزارت کشور هست. برخورد با افراد غیرقانونی به عهده فراجا هست. صدور اقامت در پاسپورت به عهده فراجا هست. مجموعه اینها چیزهایی است که در حوزه اقامتی میتواند برای اتباع ما تسهیلات فراهم بکنه. اما بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت رسان هستند، مثل آموزش پرورش. من عدد به شما بدم شاید خیلی براتون جالب باشه. ما امروز 610,317 دانش آموز در مدارسمون داریم. نزدیک به 12% جمعیت افغانستانی‌های داخل کشور ما دانش آموز هستند. جالبه بدونید که برای مردم خود ما 16% جمعیت کشور ما دانش آموز هستند و می‌بینید خیلی فاصله نیست. و جالب اینم بازم بدونید که از این 610,317 نفر 310,906 نفرشون دخترن، چون در افغانستان محدودیت وجود داره برای ادامه تحصیل دختران افغانستانی. خیلیشون تمایل دارن بیان در داخل کشور ما استفاده بکنن. خب آموزش پرورش هست، مراجعه به مراکز درمانی هست، وزارت کار به عنوان متولی اصلی اشتغال داره ساماندهی میکند، شرکت‌های بیمه هستند، بخش‌های خدمت رسان مثل اپراتورهای مخابراتی هستند که تسهیلاتی رو فراهم میکنن، اینها بتوانن با استفاده از تسهیلات بانکی استفاده بکنن و تعداد زیادی از به اصطلاح دستگاه‌های خدمت رسان حتی مثل ارشاد که بسیاری از هنرمندان افغانستانی امروز با مراجعه به وزارت ارشاد در اون دسته قرار گرفتن. وزارت ورزش و جوانان از پتانسیل ویژه اینها استفاده می شود که بتونن، حالا تعداد زیادی است که خب اونا شاید محدودتره، ولی ما با استفاده از همه اینها داریم این ساماندهی رو ازش استفاده میکنیم.
یک نکته بسیار اساسی، نکته سازوکارهایی که باید تمهید بشه و حتما شده در مسیر جلوگیری از جعل مدارک و جلوگیری از سوء استفاده های مدارک و هویت های جعلی. آقای یار احمدی، اگر بخوایم بریم سراغ این سازوکارها، چه تدابیری رو اندیشیدید و چه کردید؟ ببینید، در حوزه جعل مدارک، نه فقط جعل مدارک مربوط به اتباع، جعل مدارک در کل جهان هست، خب ما هم ازش مستثنا نیستیم و این وجود داره. اما بسیاری از شبکه هایی که مبادرت به این کار کردن توسط پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شناسایی شدن و باهاشون برخورد میشه. انقدر نیست که طرح ما رو خدشه‌دار بکند، متاسفانه وجود داره و من اینجا به اتباع محترم خارجی و اتباع افغانستانی به صورت خاص عرض میکنم نباید ساده انگاری کنن. بعضی وقتا برای گرفتن یک ویزا و تمدید ویزا رقم‌هایی میدهند و خوشبختانه اینم بدونید ما با عددهای بسیار پایین این ویزاهایی که اینها میگیرن رو تمدید میکنیم، اما وقتی به اصطلاح گیر این باندهای جعل میفتن با عددهای بسیار زیاد که خب خوشبختانه پلیس با این افراد برخورد قانونی رو انجام میدن. آقای احمدی، چند تا سوال بسیار مهم به دستم رسید راجع به بحث تبعیض‌های خارجی. حالا تو ماه‌های اخیر شاهد گسترش البته نگران کننده مهاجر هراسی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی بودیم. از اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس بعضاً گرفته تا بزرگنمایی‌های غیر واقعی و القاء ترس نسبت به مهاجران، البته خاصه نسبت به جامعه افغانستانی ها. این وضعیت نه فقط ذهن شهروندان رو درگیر کرده بلکه به اعتماد عمومی آسیب زده. من میخوام بپرسم که در چنین شرایطی وضعیت و مسئول صیانت از حیثیت انسانی و اجتماعی مهاجران بر عهده چه کسی هستش؟ مرکز امور اتباع و نهادهای متولی واکنش جدی نسبت به آنچه که ما شاهد هستیم نشون دادند یا نه؟ واکنش جدی رو از سوی این نهادهای مرتبط با مهاجران ندیدیم. چرا؟ من فکر می‌کنم مهمترین واکنشی که طبیعی ما داریم انجام میدیم اینه که خدمت رسانی ما نه تنها کاهش پیدا نکرده به کسانی که قانونی هستن، بلکه با کیفیت بهتری داریم این کار رو انجام میدهیم. ببینید این مهمترین کاره. اما از جنس رسانه اگر جناب عالی میفرمایید و برنامه‌ریزی هایی که این فضای منفی رو ازش عبور کنه و تعدیلش کنه. بله، ببینید از جنس رسانه کارهایی که انجام میشه اتفاقا من میبینم خیلی جالبه. بسیاری از افراد میان با این بحثی که حالت نژاد پرستانه که اصلا از شأن مردم ما بسیار دور هست داره شکل میگیره، با اون مقابله میکنن. من عرض میکنم به کسانی که امروز به صورت غیرقانونی در کشور ما حضور دارن، بسیاری از این شرایطی که امروز ایجاد شده مسئولیتش با اونهاست. وقتی به صورت غیرقانونی در کشور ما حضور پیدا میکنند، مردم تصور میکنند که شاید حتما یک برنامه خاصی هست. واکنش ها برخیش به خاطر حضور غیرقانونی افراد، اما نیازمند هستش که دستگاه‌های مرتبط نسبت به آنچه که شاید غیر واقعی و فضاسازی منفی هست واکنش جدی تری نشون بدن. ببینید من پاسخ‌ها مدیریت بفرمایید، سوالات بیشتری ببینید بپرسم. من همین الان که به شما دارم آمار میدم فکر میکنم بزرگترین مدیریتی است که داریم میکنیم و شفاف سازی میکنیم. وقتی میگن آمار 17 میلیون اتباع افغانستانی که هیچ پایه و اساسی ندارد، این میتواند مردم رو نگران کنه. اما من به عنوان کسی که مسئول این موضوع هستم به شما آمار صحیح میدم که بتوانیم شفاف سازی کنیم. آقای یار احمدی، ما بارها راجع به بحث ساماندهی و قانونمند شدن حضور مهاجران الان برنامه‌ریزی کردین، توضیح دادین، رویکردهای کلی رو اشاره کردید. اما تو عمل چقدر اومدید از نهادها، چقدر اومدید از تشکل‌ها، از نمایندگان واقعی جامعه‌های مهاجر هم تو همین تصمیم گیری هاتون استفاده کنید؟ ببینید ما اتاقای اندیشه ورزی داریم که از خود اتباع
کشور خارجی عضوش هستن. یعنی در نشست‌های رسمی دعوت نکردیم؟ این نشست‌های رسمی اتفاقا در دانشگاه‌ها شکل میگیره و امروز در دانشگاه‌ها این موضوع کاملا داره بررسی میشود و از توانمندی اتباع خارجی استفاده میشود. این داره انجام میشه و ما هم بهره مند میشیم ازش. این داره انجام میشه، به شما قول میدم که این توسعه پیدا میکنه، چون بدون استفاده از اتباع محترمی که توانایی دارن با زبان خود اونها، با فرهنگ خود اونها باشون صحبت بکنن، ما نمیتوانیم به نتیجه به اصطلاح مؤثر برسیم. من میخوام برم سراغ لایحه دولت. داشتم لایحه دولت رو نگاه میکردم. در لایحه پیشنهادی دولت هم برای تأسیس سازمان ملی مهاجرت، مهاجران نه به عنوان شریک، به عنوان یک موضوع نگاه شده. دلیل این حذف ساختاری دلیلی داره؟ ببینید، به عنوان یک موضوعی که اگر مدیریت بشود به عنوان شریک کنار ما قرار میگیرن. شاید اونجا این عنوان شریک به کار برده نشده، اما همین که ما پذیرفتیم هویت مهاجرین رو و پذیرفتیم مهاجرین در کشور ما حضور داشته باشند، پس میتوانند در کشور ما به عنوان یک شریک کنار ما قرار بگیرن. من این گونه تفسیرش میکنم. آیا غلبه نگاه صرفاً امنیتی مانع نشنیده شدن صدای خود مهاجران نیست؟ ببینید، در لایحه ما اتفاقا اصلا رویکرد امنیتی وجود ندارد. اگر چون اساسنامه است، ما اصلا این اگر در قوانینی که مجلس تصویب میکنه حتی موادی وجود داشته باشد که به موارد امنیتی بپردازه، خب ما در خصوص اتباع خودمون هم حتما قوانینی تصویب میکنیم که به موضوع امنیتی پرداخته میشود. اما در اساسنامه‌ای که ما داریم به موضوع امنیتی اصلا ما رویکرد امنیتی بهش نگاه نکردیم. خیلی متشکرم آقای احمدی. سوالات بسیار مهم دیگری درباره جامعه تبعه خارجی و جامعه مهاجرین کشورمون داشتم که فرصت نمیشه دیگه از محضرتون بپرسم. ان شاءالله قول میگیریم حتما در برنامه‌های دیگری محضر شما باشیم و پاسخگوی ما در این سوالات. منم خیلی تشکر میکنم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی که خدمت شما میرسم با خبرهای بهتری خدمت شما برسم. ممنون از شما. متشکرم آقای احمدی. با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم از همراهی شما. شب بخیر و خدا نگهدار.